افتخار مردمان هر سرزمین به شاعرانشان امری طبیعی است، اما اینکه شاعری مایه مباهات در دیگر کشورها شود محل درنگ بیشتر است. یکی از شاعرانی که در ممالک غیر فارسی زبان تحسین فراوانی برانگیخته حکیم ابوالقاسم فردوسی است. بعضی در توصیف او دهان به ستایش محض گشودند. فرانسیس بیبسکو بانوی شاعر رومانیایی می‌نویسد: آنگاه که فردوسی چشم به جهان نگشوده بود، از آن رو بود که جهان را هنوز توان آن نبود که شاعری چون او بپروراند. او را فردوسی نامیدند زیرا که به راستی فردوس برین جایگاهش بود. امروز در سراسر آسیا همه اشعار او را از بر می‌خوانند و به روان پاکش درود می‌فرستند. و یا هرمان اته، خاورشناس آلمانی که گفته است فردوسی یکی از نمایندگان بزرگ هنر داستان نویسی و یا استاد اول آن نوع شعر است، به خصوص از لحاظ نمودار ساختن حقایق روحی و تعمق در احوال نفسانی کسی را یارای برابری با آن استاد نیست. بعضی او را متعلق به همه جوامع بشری دانستند. هانری ماسه، ایرانشناس فرانسوی میگوید شاهنامه افزون بر ایران به تمام ملت‌های متمدن تعلق دارد. فردوسی باید به چشم مغرب زمین در صف شاعرانی جای گیرد که هنگام ضعف بشریت به تحریک و پشتیبانی آن یاری کردند. یوگنی ادواردویچ برتلز، خاورشناس روس هم گفته است فردوسی یکی از مرواریدهای نایاب را به گنجینه ادبیات جهانی افزود. و بعضی با رویکردهای نسبتاً افراطی و نژادگرایانه در نزدیک کردن خود به فردوسی کوشیدند. ارنست رنان، منتقد و مورخ فرانسوی، در جایی گفته است فردوسی عرب نبود، از خود ما بود. او که از ستاره‌های درخشان ادبیات فارسی است، نشان داد که چگونه نبوغ آریاییان هندو اروپایی در طول قرن‌های متمادی با دشواری‌های زندگی در افتاده و همواره بر آنها پیروز شده است. و یا خاورشناس چک یان ریپکا که گفته است فردوسی به تازیان ارادتی نمی‌ورزید، بی آنکه این معنی به مبانی مذهبی وی که رنگ تشیع دارد خللی وارد آورد. اما از دیگر سو عده‌ای فردوسی را بالاتر از هماوردان غربیش می‌دانند. ژوزف فون هامرپورگشتال، خاورشناس اتریشی، در جایی گفته است هیچ یک از شاعرای رزمی اروپایی با فردوسی لاف برابری نتوانند زد. کسانی هم مقایسه معروف فردوسی و هومر، شاعر دوران یونان باستان، را درست ندانستند. عبدالوهاب عظام، ادیب مصری، میگوید بعضی از دانشمندان شاهنامه را از حیث اهمیت به ایلیاد و حکیم فردوسی را به هومر شرق توصیف کردند، ولی به عقیده من این توصیف و تشبیه با مقام فردوسی و دیوان او مطابقت نمی کند و درجه اهمیت شاهنامه نزد ملل شرقی به جهاتی بیشتر از اهمیت ایلیاد در نظر اروپاییان است. لویی ماتیو لانگلس، ادیب و خاورشناس فرانسوی، هم میگوید اروپاییان هرگز حماسه‌ای به زیبایی شاهنامه نسرودند و هرگز این چنین به هومر نزدیک نشدند. تنها داستان رستم و دلیری‌های او چه از لحاظ زیبایی استعارات و تشبیهات و چه از لحاظ هماهنگی اشعار با ایلیاد برابر است. زبان فردوسی آنچنان با طبیعت هماهنگ است اشعارش به هر زبانی ترجمه شود باز هم لطافت و جاذبه خود را همراه خواهد داشت.